طالجان نخست درباره شاگردان خود که با دوشنبه آمده کمی معلومات میداده. السلام علیکم. اینک ما هر سال با دولت چخیا با جامعه تعلیمی ورزشی می رفتیم قبل از مسابقه های بین المللی. امسال با یک خلاصه آمدیم که با تاجیکستان بیاییم. هوا اینجا خوبتر است، خوراکی با مردم عربستان نزدیکتر است، خوراکش و عرف و عادت و برای همین ما اینجا آمدیم. اینک یک ماه 15 روز شده اینجاییم. به هیئت دسته کیها شاملند؟ به هیئت دسته 5 ورزشگر، من به حیث مربی، دکتر و بعد مدیری باشگاهی شارجه. 5 سال قبل ما سر کردیم، ما شروع کردیم با کار. دو تا دختری که خانومم از مکتب اونها رو پیدا کردن، از روز اول شروع کردیم. اینک یک تا چمپیون جهان است بین جوانان، دومش در جام جهان جای دوم گرفت. اپا و خواهر هستند. بچه‌ها هم خیلی خوب برآمد میکنن. اونها رو هم از یک باشگاه شخصی پیدا کردم، از صفر با اونها شروع کردم. اینک حاضر اونها یک تاش چمپیون آسیا غربی است، دو تاش دارنده مدال برنجی چمپیون آسیا هستند و در جهان جای چهارم گرفتند. چرا شما محض با ورزشکاران معلول سر و کار میگیرید؟ اول وقتی که با ورزشکاران عادی کار میکردم، برابر اونها با ورزشکاران معلول شروع کرده بودم با کار، مثال با پرویز ودیناєв. و از بس که ورزشکاران معلول پاورلیفتینگ پارالمپی با اویلای بازی‌های المپی داخل است، اون بسیار از طرف حکومت‌های دولت‌ها بسیار با یک توجه خاص نگاه میکنند و از این سبب با اونها شروع کردم کار. سال 2011 با چمپیونات جهان با دبی سفر کردیم و شاگردم پرویز ودیناєв اونجا جای دوم رو کسب کرد. بعد اونها از من خواستند که یک قرارداد ببندم و در ساختن تیم شارجه و در آینده تیم مراد کمی یک مشارکت کنم، یک دستگیری کنم. و از این سبب من اونجا رفتم کار کرده هستم. شرایط ها چه خیلی است؟ شرایط ها از این خوبتر فکر کنم نمی شود. به هر شرایطشون خوب. از بیرون آورده ورزشگر رو در بین 3-4 سال این تنها با شرایط های خوب می شود. با دولت مثال با یک درجه بین المللی برآورد. خیلی شرایط خوب دارند. مثال از خانه با اتوبوس های مخصوصی که با بلند بردارکان که کرسی معلولان رو میبردارد، از خانه هر روز اون رو آورده میبرند. یک معاشی مثال برای یک معاشی 200-300 دلار میدن برای همین مثال راه پولی گویم ده. همین خیلی خوب است. برای آن که ورزشکاران تاجیک هم موفق شوند و در بازی‌های پارالمپی شرکت کرده صاحب مدال‌ها شوند، چی باید کرد؟ خیلی کاری بسیار رو باید انجام داد. اول توجه، اول یک بغیر از دستگیری مالی، یک دستگیری روحی، دستگیری یک که آنها هم یک قسمی جمعیت ما هستند و هم بازیگر هستند. مثلا وقتی که ما مدال المپی رو با مدال پارالمپی مقایسه میکنیم، یگان فرقی ندارند، ولی مدال پارالمپی سنگین‌تر رو اگر بگویم بسیار یعنی قدرش بلندتر است. برای که آدمی که سلامتیش خوب است، او با یک طبع خوش مشق میکند، او یگان مشکلی ندارد. و وقتی که پسر یا دختر معلول است، اون احتمال در یک سنی است که کمی احتمال شرم دارد از وضعیتش، احتمال از خانه حتی برآمدن نتواند و اونها چخیل خود رو شکسته، چخیل خود رو از همین وضعیت برآمده چخیل خود رو تیار میکنند. یک اراده مستحکم لازم است. برای به فکر من مدال المپی پارالمپی خیلی گرانتر و پرارزشتر است. برای مثال هم تاجیکستان هم دولت‌های دیگر برای توجه خاصه دارد. همچنین با شاگردان خود از تاجیکستان هم کار میبرید؟ بله، من رابطه رو هنوز نکنده بودم، از اول کار میبرم.
мушкиле аст ки метавонам ту дар як сол 2-3 бор инҷо биёям ва дар рухсатӣ аз ҳамин шароитҳо истифода мебарем. Инак боз як моҳи дигар рухсатиамро давом додам ба боҳнаи мисол ин моҳи таълимиву варзишӣ, боз бо онҳо як шонсе дорам ки зиёдтар кор кунаму аз кор бо онҳо баҳра барам.